به نام خدا با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، با اولین برنامه از سری برنامه‌های رونما در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که رسالتش رونمایی از خدمات، محصولات و ایده‌های جذاب و نوین کارفرمایان استان اصفهانه. با ما همراه باشید. در اولین برنامه در خدمت جناب آقای کاظمی، مدیر دوره‌های آموزشی آزاد دانشگاه علمی کاربردی گز سکه هستیم. به شما خوش آمد میگم، سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالیم که در اولین برنامه خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم. به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنون از دعوتتون و فرصتی که به بنده اختصاص دادید. جناب آقای کاظمی، در اولین سوالم میخوام از شما بپرسم که اصلا دانشگاه جامع علمی کاربردی گز سکه چه هست، کی شروع به فعالیت کرده و رسالتش چیست؟ عرض کنم به خدمتتون که مرکز علمی کاربردی عتیق وابسته به شرکت گز سکه و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی هست که از سال 1384 در رشته‌های صنایع غذایی گز و شیرینی و شکلات، نان، آشپزی، قنادی، حسابداری، مدیریت کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین مشغول فعالیت بوده و تاکنون بیش از 3500 فارغ التحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی داشته و همکنون هم با 500 دانشجو مشغول فعالیت هست. بله، و یکی از فعالیت‌های مهم این مرکز توی حوزه رشته‌های کسب و کار هست، مدیریت کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین هست که خب همونجوری که فرمودید هم برای هر کسب و کار یکی از عناصر بسیار مهم عنصر فروش هست. بسیار عالی. این مدیریت کسب و کار وابسته به صنایع غذایی یا نه هر صنایعی؟ خیر، هر صنایعی رو پوشش میده. بسیار عالی. آقا با خبر شدیم که از دو چالشی که دانشجویان در هنگام تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی باش مواجه هستند، شما یک ابتکاری به خرج دادید و یک دوره‌ای رو در واقع به دانشجویان دارید ارائه میدید تو بحث کارورزی، یعنی از چالش کارورزی که دانشجو نمیداند کجا کارورزی کند، به چه شکلی کارورزی کند که در آینده به دردش بخوره، و بحث بعدی این که چگونه وارد بازار کار بشود، چجوری با بازار کار آشنا بشه. ابتکاری به خرج دادید و یک ایده، یک محصول یا یک خدمتی رو اسمش رو بذاریم به این دانشجویان ارائه میدید. دربارش توضیح می‌فرمایید؟ حتما. عرض کنم خدمتتون که چالش اصلی بحث فروش محصولات و خدمات نوآورانه هست. خب این محصولات همونجوری که از اسمشون مشخصه جدید هستن و بنا هست که به بازار معرفی بشن، با اونها آشنایی به وجود بیاد. و از طرف دیگه چالش دوم مبحث کارورزی دانشگاه هست. خب دانشگاه جامع علمی کاربردی در هر یک از مقاطع کاردانی و کارشناسی 250 ساعت کارورزی ارائه میده، اما متاسفانه علیرغم اهمیت و نقش کلیدی درس کارورزی در عمل اجرای حقیقی نمیشه و خب وقتی که این چنین باشه اون اثر آموزشی خودش برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت رو هم محقق نمیکنه و ما در واقع در مرکز یک راه حلی به عنوان پاسخ مشترکی به هر دو مشکل ارائه کردیم و اون دوره مهارت فروش برای کارورزی هست. فرایند این دوره به این صورت هست که کارورز در طی 2 ماه باید میزان مشخصی از محصول رو به فروش برسونه. در طی این مدت و در حین این فرایندها آموزش‌های لازم رو از مدرسین دریافت میکنه. به عبارت دیگه هر 15 نفر تحت نظارت و آموزش یک مدرس هستند
و از طرف دیگه نکته مهم این هست که این شخص وارد زنجیره تأمین اون محصول نمیشه و این فروش از طریق معرفی های شخصی و حالا اون جزئیات دیگری که در دوره به این افراد ارائه میشه صورت میگیره. این محصولات باید مشخصات خاصی داشته باشند یا اینکه هر محصولی رو میتونن برای فروش انتخاب بکنن یا اینکه اصلا از طرف دانشگاه بهشون محصول معرفی میشه؟ تنوع محصولات وجود داره، اما این تنوع شامل محصولاتی که شناخته شده هست و یا نیاز به اون محصولات کاملا محرز هست نخواهد بود، به دلیل اینکه هدف از این اقدام و این دوره این هست که یک محصول نوآورانه به بازار معرفی بشه و طبعا زمانی ما میتونیم بگیم که اون مهارت کارورزی در فرد به وجود اومده که اون فرد بتونه اون محصولات خاص و محصولات جدید رو به فروش برسونه. تنوع در میان این محصولات نوآورانه هست، اما محدودیت از حیث فاکتور نوآوری وجود داره. یعنی در واقع این محصول روتین بازار نیست؟ خیر. و این فکر میکنم اینقدر که برای تولید کننده محصول نتیجه بخش هست، خب به نسبت نتیجه کمتری برای، البته اون هم کارورزی خیلی خوبی و موثری انجام میشه براش، اما خب یک پوان مثبت و یک اتفاق جدید و یک فرصت بسیار عالی هم برای تولید کننده اون محصول نوآورانه است که میتونه از این طریق محصولش رو به بازار ارائه بده و جای محصولش رو در بازار باز کنه. با این بخش از فرمایشتون که در واقع یک فرصت بسیار خوبی در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت کاملا موافق هستم، هرچند بر این باورم که اون نفع آموزشی و مهارتی که برای کارورز به وجود میاد کمتر از نفعی که برای صنعت به وجود میاد نیست، اما کاملا یک فرصت بسیار مناسب هست برای کسب و کارهایی که محصولات جدید و نوآورانه دارن و میخوان از طریق معرفی سینه به سینه و تجربه مصرف وارد بازار بشن. یه چیزی یادم اومد جناب کاظمی، یه کارتونی قدیم ها بود به نام فوتبالیست ها و این بچه های فوتبالیست وقتی میخواستن یک مسابقه سخت داشته باشن به پاهاشون وزنه میبستن و میرفتن تمرین میکردن که وقتی که در واقع تو مسابقه اصلی قرار میگیرن اون وزنه ها به پاشون نیست، بتونن با قدرت بیشتری کار بکنن. این دقیقاً مصداق همین موضوعه، یعنی وقتی یک محصولی که رونمایی نشده در بازار، محصولی که روتین بازار نیست و مصرف کننده باش آشنا نیست رو شما بتونید بفروشی و حالا یه میزان مقداری هم داره ظاهراً دیگه تا به در واقع به اون عدد نرمال کارورزی برسه و نمره رو کسب بکنه، وقتی وارد بازار کار میشی محصول روتین رو به راحتی میتونی به مشتری ارائه بدی. درسته. ببینید ما توی بحث واحد کارورزی خب چند فاکتور داریم که باید مد نظر قرار بدیم. یکی این که واقعا کارورزی رخ بده، یکی این که ابعاد آموزشیش رعایت بشه، ابعاد ارزیابی اون رعایت بشه و طی این دوره اتفاقی که میفته این هست که اگر ما بخوایم بریم به سراغ محصولاتی که توی بازار شناخته شده هست یا فروش نرمال خودش رو داره، طبعا یک آموزش نوآورانه مؤثر رخ نداده، چون ممکنه که من این گوشی رو بر فرض همون قیمتی که توی بازار داره به فروش میرسه ببرم و نیازش هم هست و بخوام اون رو به فروش برسونم. اما اینجا اتفاقی که میفته اینه که یک محصول جدیدی رو داریم، این محصول ویژگی‌های خاص خودش رو داره، روانشناسی خاص خودش رو برای فروش احتیاج داره، افراد خاصتری رو در واقع در بر میگیره و فردی که این کارورزی رو میگذرونه طبعاً از طریق آموزش‌های علمی و مهارت‌های علمی میاد و یک مسیر جدیدی رو باید به وجود بیاره.
از طرف دیگه مشخص بودن حداقل میزان فروش و بازه زمانی این امکان رو میده که ما بتونیم فرایند رو، نحوه در واقع طی این فرایند رو و عملکرد کارورز رو ارزیابی کنیم و رصد کنیم. بسیار عالی. و یک سوال دیگه دارم از خدمتتون که این دوره ها مخصوص دانشجویان شما هست یا افراد غیر هم میتونن در این دوره ها شرکت کنن؟ از حیث دوره کارورزی خب برای همه دانشجوهای ما این فرصت وجود داره، اما محدود به دانشجوها نیست. باید عرض کنم که این یک فرصت مغتنمی است برای هر آن کس که به درآمد شرافتمندانه و پایدار علاقه داره و خب طی این مسیر فرد میتونه تبدیل به یک فروشنده حرفه‌ای بشه. بسیار عالی. و شرایط ارائه محصول به این دوستان چجوریه؟ یعنی اگر من تولید کننده یک محصول نوآورانه هستم و میخوام توی این طرح شرکت کنم، کجا باید مراجعه کنم؟ به چه شکلی باید محصولم رو به دانشگاه عتیق ارائه بدم؟ باید خدمتتون عرض کنم که ما در مرکز عتیق در خدمت همه دوستانی که مایل به چنین همکاری باشن هستیم. با توجه به ماهیت آموزشی که داره، خب این فرایند از طریق خود مرکز رخ میده و این معرفی محصول در وهله اول باید از طریق خود مرکز رخ بده. اگر که هر عزیزی، هر کسب و کاری مایل به همکاری در چنین زمینه‌ای باشن، ما میتونیم در خود مرکز در خدمتشون باشیم و پیش ببریم گفتگو رو. و خب معرفی اون محصولات به کارورزها و دیگر فراگیران هم از طریق خود مرکز رخ خواهد. سامانه ای، سایتی، تلفنی هست که بخواید اعلام بکنید برای تولید کننده های محصول و یا افراد که دوست دارن از این دوره استفاده بکنن؟ حتما این افراد میتونن با شماره 0912 039 76 22 تماس بگیرن و توضیحات تکمیلی و هر گونه گفتگوی آتی رو ما اونجا در خدمتشون خواهیم بود. جناب کاظمی، تجربه‌ای هم داشتید تو این زمینه؟ یعنی بازخوردی هم بوده یا این دوره برای اولین بار قرار هست که رونمایی بشه؟ بله، باید خدمتتون عرض کنم که ما پیش از همهگیری کرونا این دوره رو برگزار کردیم. علیرغم تعداد محدود کارورزی که در اون زمان تشخیص داده شد میتونن این دوره رو شرکت کنند، نتایج بسیار خوب و هیجان انگیزی کسب شد، چرا که در واقع تعدادی که از محصول نوآورانه آن زمان به فروش رسید چندین برابر تعداد کارورزان و حتی عدد تخمینی بود. اما در حال حاضر در واقع برای اولین بار هست که به عنوان یک درس تخصصی برای کارورزی و با تاییدیه های رسمی دانشگاهی این اتفاق داره رقم میخوره. میتونم سوال کنم محصول چی بود؟ چه تعدادی فروش رفت؟ چه تعدادی کارورز توی اون طرح شرکت کردن؟ خواهش میکنم. حتما حالا ممکن هست که من دقیقاً اعداد رو به خاطر نیارم، اما محصول یک نوع جدیدی از نوشابه بود که ما حدود 30 نفر کارورز داشتیم، اما اگر درست خاطرم باشه حدود 120,000 نوشابه به فروش رسید طی اون 2 ماه. یعنی هر کدوم نزدیک به 4,000 تا نوشابه فروختن. تعداد جالبی است. آره، خیلی جالب و قابل تأمله. ممنون از حضور شما جناب آقای کاظمی در برنامه رونما. سپاس از شما و سپاس از نگاه گرم شما بینندگان عزیز. باز با برنامه رونما همراه باشید. در روزهای آتی نیز خدمتگزار شما عزیزان هستیم. خدایا رو نگهدارتون.